در شهر خوجند مسابقه‌های ولایتی عاید به چوگانبازی و قایقرانی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت به انجام رسیدند. مسابقه چوگانبازی در مکتب ورزشی رقم 1 شهر خوجند با اشتراک 4 دسته از شهرهای خوجند و ناحیه مسجد در سطح بلند تشکیلی جریان گرفت. دسته‌های خوجند و مسجد در این مسابقه مهارت بلند نشان داده به دور نهایی راه یافتند و در دیدار نهایی ورزشکاران دسته خوجند مهارت بلند نشان داده حریفان خود را شکست دادند. مورد به ذکر است که نمود چوگانبازی در ولایت سوخت در شهر خوجند و ناحیه مسجد رشد یافته است. در این شهر و ناحیه دسته‌ها هم بین پسران و هم بین بانوها مشق و تمرین می‌نمایند. سال جاری چوگانباز بانوهای ولایت سوخت عنوان چمپیون تاجیکستان را صاحب شدند که این از سطح بلند ملکه و مهارت آنها شهادت می‌دهد. به غالبان و جایزه‌داران این مسابقه کشاد ولایتی مدال افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت در فضای تنتنوی سپرده شدند. مسابقه خیلی خوب گذشت. در مسابقه ما جای اول را اشغال نمودیم و از این خیلی خرسندیم. مینداری خود را من به رئیس ولایت سوخت میرسانم که بخشیده به 35 سالگی استقلالی دولت تاجیکستان 35 مسابقه تشکیل کردند که همه آنها به من خیلی پسند است. من امیدوارم که ورزش باز در ولایت سوخت رشد می‌یابد.